از شهدا دوست دارم منو عیدی ببرن کربلا. انشالله به حق جدمون عاقبت به خیر بشیم، بچه‌هامون عاقبت به خیر بشن، زیر پرچم انقلابی بشن، امام حسینی بشن. فقط کربلا میخوام از شهدا. فقط آرزوی سلامتی ازشون دارم، دعا کنن یه زندگی خوب فقط داشته باشیم. خدا بهمون سلامتی بده که بتونیم مکبای امیرالمومنین هر سال تا زمانی که زنده هستیم انجام بده. اول فرج آقای امام زمان، بعد ظهور آقای امام زمان، بعدش اینکه خوشبختی همه جوونامون عاقبت به خیرشون انشالله، و بزرگترین آرزو که دارم خونه دار شدنه.